با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان میرسانم که من ساکن ناحیه وخش کلخوز کلاب هستم. محترم جناب عالی، من امروز مجبور شدم که یک عرض دادی شکایت خود را جناب عالی با شما با عرض داد شکایت مراجعت کنم، چون که با عرض دادی من یگان مقامات های ناحیه وخش و ولایت قرغانتپه نرسید. از این رو من مجبور شدم جناب عالی با شما مراجعت کنم. مراجعت من همینه که بچه من که شمس‌الدین سید نورالدین سال تولدش 1985 که در 12 سال استاژ کاری دارد، خود حقوق شناس است. جناب عالی او را با بهتان و با تهمت او را در مدت 8 سال و 6 ماه گاوسود کردند. جناب عالی او یگان گناهی نداشت، فقط جناب عالی او را پروکرور ناحیه وخش و پروکرور ولایت قصد گرفتند. چی در قانون هست قصد گیری که بگیرن، قصد بگیرن، مرده که بگیرن بچه یا شم نگفتن بردن در مدت 8 سال و 6 ماه به اساس به یگان چی نترسیده گرفتن، با تهمت او را بردن محکم کردن. جناب عالی من از شما احترامانه خواهش میکنم همین پرونده همین بچه من با نظارت خود بگیرین و با نماینده روان کنید، شخصا ای تحت دل ببینن، ای روی انصاف و ای روی عدالت ببینن، چون که پروکرور ناحیه وخش و پروکرور ولایت که آنها ای بچه ما که قصد گرفتن او را به این 8 سال و 6 ماه او را آزادی محروم کردن و به بالای این شکایت کاساسیونی نویسانده تا ازبک چی و شکایت نویسی چی گفته و سرش رفته او را با گرفتن پرونده نو آغاز کردن که پرونده 307 اکستریمیزم بوده. او جناب عالی چقدر او نترسیده این پرونده این استاتیا 307 و بچه ما میمونن. دینا روزی 19 سود شد در سود شهری ولایت ختلان. بچه التماس کرده استن مرا گاوسود نکنین، من این گناه را کردگی نیستم، بگیرین شما فلان آدم شاهد بیارین. روی راست سودیا میگه پروکرور میگه که شاهد ما دعوت کردیم شاهد نیومد، اگر شاهد نیاید چی بچه مرا میگیرین گاوسود نکنین. 8 سال و 6 ماه کم بود که با بالای استاتیا اکستریمیزم زدن. یعنی او خود حقوق شناس است. بعد جناب عالی التماس از شما احترامانه خواهش میکنم، خواهشی مادرانه میکنم جناب عالی، شما مادر پرستید، همین قضیه بچه ما رو، همین پرونده بچه ما رو ای تحت دل جناب عالی یگان نماینده روان کنید و خود تحت نظارت خودتا میگیرین، خودتا نبیر نظارت کنین جناب عالی. یا ای قانون پروکرور ولایت ای قانون نترسید، پروکرور ناحیه وخش ای قانون نترسید. چی ای قانون فقط ما کم بغلا بترسیم، ما در پیش قانون سرخم میشویم یک عمر اگر گناه کرده باشیم. بچه ما خودش میگه که گردن من عقیل در نزد قانون عقیل در باریک است، اگر من گناه کرده باشم سینی پروکرور دی نگو بگیره گردن من را ببره. و فقط در یک اندیشه که همین را باید که برن میان شکن کنن، حتما همین را میان شکن کنن و قصد گرفته استیان. در قانون هست قصد گیری جناب عالی، نخود که کارکنی دولت سرش پروکرور ولایت سرش باید سری سود اجراچی بدی بچه من و سری سود اجراچی من بمانه، نخود که همین بچه خودش در حقوق شناس تمامی قانونا را میدانه و برای استاتیا 307 قطعی چی شود. این خیلی بچه نبود جناب عالی، تمامی آدمی را میشناسه، همه میگه این بچه خوب بود، اینا چی باید خیلی گاوسود کردن، خودشم تماما ایسود ناراضیه، نه که مجبور همین استاتیا را زده استیان جناب عالی. من عرض داد من با کی بگم، با پیش کی برم، یگان کس با عرض دادی من گوش نمیکنه. از همین روز احترامانه از شما خواهش میکنم جناب عالی التماس